و نکته بعدی که این روزا خیلی از ما سوال میکنن، بخار اول صبح از اگزوزه. دوستان دقت کنین، خیلی ها فکر میکنن این بخار میکنه یا آب میریزه واسه سرسن سوخته. نه، دورت بگردم دوستان، ماشینایی که کاتالیزور ندارن این بخار بیشتره. یا مثلا شما الان هوا سرده، اگزوز عرق میکنه، یعنی شما ماشینتون داغه، ماشین خاموش میکنید. وقتی ماشین خاموش میکنید اون حرارت باعث بخار میشه و عرق میکنه میریزه داخل اگزوزه. و شما اول صبح ماشین رو روشن میکنید، اون بخارایی که تبدیل به عرق شده، به آب شده، ریخته تو اگزوز، شروع میکنه به دود کردن، بخار کردن. بعد از 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه تموم میشه. یا از اگزوز شروع میکنه 2-3 تا قطره آب ریختن. بچه اینا طبیعیه تو اول صبح. حالا خیلی ها میگن آقا ما 1 ساعت داریم میریم ماشینمون گرمه، این بخار قطع نمیشه. شما یا منبع اگزوزت ایراد داره یا ماشینت کاتالیزور نداره.